برگشتم بچه‌ها با یه ویدیوی دیگه. اگر پست قبلی رو دیده بودین که بهتون گفتم در پست بعدی آموزش این شات رو بهتون میدم ادیت زدن، و در پست قبلی این برنامه هایی که میتونید در گوشی باش ادیت بزنیم و معرفی میکنم. فقط قبلش لایک، سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. اول وارد برنامه این شات میشین و عکسی که مورد نظرمون انتخاب میکنیم. حالا هر رنگی که میخوای صفحه سفید باشه، سیاه باشه، آبی باشه، عکس خودتون میخوای باشه و میزنیم و این فقط 5 ثانیه است این رنگ سفید و ما بیشترش میکنیم و در آخر سر باز حالا کمترش میکنیم تا هر چقدر اومد. این علامت رو میزنیم، عکسی که میخوایم بذاریم رو این عکس انتخاب میکنیم و با آهنگی که میخوای باهاش باشه باید هماهنگ باشه. مثلا میخوای چه آهنگی بذاری؟ الان مثلا ما بریم یه آهنگی بذاریم. این علامتی که میبینید که به صوته اینجا از ضبط صدا چیزیه که میتونیم اونجا بزنیم و حرف بزنیم. مثلا اینجا میزنیم حرفمون رو میزنیم، اگه خوب شده بود تیک رو میزنیم، اگه بد شده بود حذف رو میزنیم و میزنیم توی موسیقی که آهنگی که میخوایم مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. اونجا موسیقی منه که آهنگایی که تو خودت داشتی اصرار، آهنگایی مثل صدای بوق ماشین، صداهای حیوان‌ها توصیه شده، آهنگایی که خود این شات داره. آهنگی که انتخاب میکنیم مثلا دوست داری این باشه، اون قرمزه رو میزنی استفاده کنید میزنید و با هماهنگ شده این کلیپ باز میریم توی این و عکس دیگه هم انتخاب میکنیم. این عکس رو که میبینید میبریم اون و اون به اضافه‌ای که میبینید رو میزنیم و صفحه رو به جلوتر میاریم هر جایی که با آهنگ هماهنگ باشه. اینجا مثلا هماهنگه، باز همین عکس رو میاریم میبریم کنار و باز همون به اضافه‌ای که گفتم رو میزنید. همینجا وایسه و اینو باز برمیگردونی سر جاش. اون عکس پایینی رو میچسبونید به این خطی که هستش و این اولش درست شدش و عکس دیگه هم انتخاب میکنید. همینجوری که من گفتم هی ادیت میزنید تا برسه.
خب تا اینجا نصف کار تمام شده. اون موقع دیگه اونو نمیزنیم، به اضافه بغل رو میزنیم و باز همون عکسی که بودو انتخاب میکنیم. این شکلیه، میریم اونور محصول رو میزنیم، اینطوری قیچیش میکنیم فقط عکس معلوم بشه. و فیلتر اینه که عکس مثلا میخوای عوض باشه عکسش، که من اصلی رو بیشتر ترجیح میدم، بهتره. و اثر هم خودش واسه ادیت میزنه، هر جوری که میخوای میبره جلو میبره عقب، یا مثلا برات میلرزونه، هر جوری که ادیت بخوای هستش اینجا ادیت میزنی. خب همینجوری هی پیش میریم باز بر میزنیم و این آخرین عکس آخرای ادیتمونه. و باز اثر بعدی هم انتخاب میکنی، مثلا دوست داری این باشه. و اینم میشه فیلمت. حالا اگه اون گوشه رو میبینید که به اسم صادراته، اون گوشه الان دورش خط میکشم ببینید، این که از فیلممون درست شده. اون گوشه هم که صادرات هم میزنیم و فیلممون درست میشه. و اینم میشه نتیجه.